راهنمای خرید گوشی از 7 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان با دلار 114,000 تومانی. امروز 14 مهر ماه 1404. بریم بیا. سلام رفقا، خیلی مخلصم. من آرش کاوه هستم. قبل از هر چیز حتما عضو کانال تلگرام بشین که در کنار اینی که محتوای بروز و اخبار لحظه‌ای و تاریخ انتشار ویدیوها رو اونجا قرار میدم، میتونید از طریق دایرکت تلگرام اگر سوالی یا موردی دارین مطرح بکنید. امروز میخوایم یه دونه راهنمای خرید متفاوت داشته باشیم. چند وقت پیش یه دوستی داخل دایرکت تلگرام به من پیام داد و گفتش که آقا فکر کن برای خودت یا دوستای خودت، مثلا پدر مادرت، میخوای گوشی بخری، چجوری میخری؟ همون جوری منو راهنمایی کن. من تصمیم گرفتم همون روش رو دقیقاً امروز توی این ویدیو پیاده بکنم. با همدیگه قدم قدم میریم جلو و یه نکته خیلی مهم داره که آخر ویدیو بهش اشاره میکنم، پس حتما ویدیو رو تا آخرش ببینید. بچه من اسکرین رکوردم رو روشن میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه من هر موقع که تصمیم میگیرم یه گوشی بخرم، اولین کاری که میکنم میرم توی بزرگترین خرده فروشی آنلاین ایران که هممون میشناسیمش، حالا کاری نداریم اسم نمیبرم، وارد دسته‌بندی موبایل میشم و از اونجا چیدمان گوشی ها رو میذارم از ارزون ترین به گرون ترین. حالا بسته به اون قیمتی که میخوام گوشی بخرم اونجا انتخاب میکنم. حالا امروز میخوایم بریم سراغ گوشی های هوشمند و از رده مثلا 7 میلیون تومان شروع بکنیم. اولین گوشی اسمارت که من دارم میبینم یک برند به نام موبایل هانوفر که 64 گیگ حافظه داخلی داره، 3 گیگ رم، قیمتش هم 5 میلیون و 890. رفقا اصلا به هیچ عنوان توصیه میکنم، حتی اگر بودجتون محدود هستش، گوشی زیر رم 4 نخرید توی هیچ حالتی. حالا این گوشی که حالا الان داره میبینید نمیخوام بگم بده یا خوبه یا اینکه بگم آقا چون فلانه داره اینو میگی، نه، این سب گوشی ها رو هم اصلا خرید نکنید. نه به خاطر اینی که سخت افزار مناسبی ندارن، نه، دلیلش این نیست. دلیلش اینه که پشتیبانی نرم افزاری مناسبی ندارن. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی این گوشی رو میخرین باگی داشته باشه، اشکالی داشته باشه، کرشی بکنه، حالا یک مشکلی به لحاظ نرم افزاری داشته باشه، بعید میدونم که حالا تیم توسعه دهندش بیادش و این مشکلات رو برطرف بکنه به لحاظ نرم افزاری. و شما باید یک عمر تا موقعی که این گوشی دستتونه با اون باگ نرم افزاری به قول معروف بسوزین و بسازین. حالا رسیدیم خب به اون قسمت مورد نظرمون. یه گوشی داریم میبینیم اینجا به نام موبایل آنر پلی 10 2 سیم کارت 643. من الان به عنوان مثال میخوام برم داخل و مشخصات اینو ببینم و بهتون بگم که این راهنمای خرید امروز اون دقیقاً چجوریه. خب یه ذره اول میام پایین نسخه 30 عاملش رو نگاه میکنم. اندروید 15، گوشی خیلی قدیمی نیستش و میگه اثر انگشت روی لبه کناری داره، باتری 5000 داره، شارژرش 10 وات، کابلش هم تایپ سیه. ببینید این سه تا نکته رو که من بررسی کردم، کابل تایپ سی، اندروید 15 و اینی که خب حالا باتری 5000 رو گذاشتن، یعنی اینکه گوشی مال 1-2 سال اخیر تولیدش. خب به لحاظ سال تولید گوشی مناسبیه، ولی خب حالا 3 گیگ رم داره و 64 تا حافظه داخلی که من توصیه نمی کنم به خرید گوشی با رم 4 گیگ به پایین. اما اینجا تو نسخه بلوتوثش 51 جدید هستش و به صورت کلی گوشی جدیدیه. اگر که بودجتون خیلی محدوده و میخواین خرید بکنید، مثلا میتونین روی این گوشی هم مانور بکنید. الان میریم جلوتر و من نکات مهمم بهتون میگم. گوشی TCH فلانو، خب من اصلا باز نمی کنم اینو ببینم با اینکه اون مشخصات اولیه هر داره، به خاطر اینکه در واقع نمیدونیم که پشتیبانی نرم افزاریش چطوره و پشتیبانی نرم افزاری توی خرید گوشی خیلی مهمه. اینو حتما در نظر داشته باشین. اگر شخصی هستین که گوشی رو حداقل 2 سال نگهداری میکنید و 2 سال ازش استفاده میکنید، حتما باید لحاظ بکنید که اون گوشی حداقل 2 تا آپدیت بزرگ به علاوه 1 سال پچ‌های امنیتی رو دریافت بکنه. رفقا خیلی نرم افزار مهمه. اینی که یه کمپانی بیادش
و به شما در واقع این احترام رو بذاره که اگر یه باگی توی نرم افزار اون گوشیش وجود داره اونو برطرف بکنه. این نکته خیلی مهمیه. سخت افزار فقط 50% ماجراست. شما قدرتمندترین سخت افزار رو داشته باشین، مثلا پردازنده اسنپ دراگون 8 نسل 5 مثلا الیت رو داشته باشین، 16 گیگ رم داشته باشین، پرسرعت ترین حافظه، بهترین دوربین رو داشته باشین، اگر نرم افزار مناسبی نداشته باشه شما نمیتونین از اون سخت افزار استفاده بکنین. پس پشتیبانی نرم افزار خیلی مهمه. خب یه ذره میایم پایین‌تر، باز دوباره حدود 7,800,000 تومان گوشی آنر X5B. میرم داخلش 64 گیگ حافظه داخلی و 4 گیگ رم. میرم تو قسمت مشخصات و نگاه میکنم. زمان معرفیش 2024 بوده، 22 اکتبر 2024 بوده. فناوری صفحه نمایش TFT 90 هرتز در نظر داشته باشین. روونی 120 هرتز رو نداره، اما 90 هرتز هم خوبه. یعنی شما موقعی که اسکرول میکنید یه نرمی رو میبینین و موقعی جابجایی خیلی اذیتتون نمیکنه. روشنایی صفحه نمایشش 530 نیت، خیلی بالا نیستش، زیر نور آفتاب قطعا اذیتتون میکنه. اندازه صفحه نمایش کاملا شخصیه. رزولوشنش HD هستش، در نظر داشته باشین این موضوع رو. فول HD نیستش و ممکنه که روی کاغذ یه سری پیکسلا رو بهتون نشون بده. قسمت مهمش داره میگه تراشه مدیاتک G36. خب 8 هسته‌ای، 4 تا هسته 22 داره، A53 و یه 4 تا هسته 1.6 هم داره. ببینید پردازنده خیلی پردازنده قوی نیست، یعنی اینکه توی کارهای حتی به سمت سنگین ممکنه که لگ بزنه و شما رو اذیت بکنه. پس اگر میخواین توی این رنج گوشی باشین حتما این موضوع رو لحاظ بکنید. قسمت‌های خب از درگاه تایپ سی که پشتیبانی میکنه، این خوبه. یه دونه دوربین داره. دوربین توی این رده قیمتی اصلا حائز اهمیت نیستش و فقط در حد اینکه یه چیزی رو باش ثبت بکنین کارو براتون در میاره و احتمالاً تو نور روز. نسخه سیستم عامل اندروید 14. ما الان اندروید 16 داره ارائه میشه، یعنی اینکه این گوشی اگر 2 سال پشتیبانی نرم افزارم داشته باشه که بعید میدونم داشته باشه، احتمالاً فقط یه دونه آپدیت بزرگ میگیره، فقط تا اندروید 16 میاد بالا. اینو حتما لحاظ بکنید که اگر امروز این گوشی رو بگیرین و اندروید بالا براتون مهم باشه، این احتمالاً آخرین نسخه اندرویدی که میگیره 16 است. گوشی بعدی که به نظرم ارزششو داره پوکو C71. این نسخه رم 3 شه. C71 نسخه رم 4 هم داره. پس میریم با هم دیگه سخت افزارش رو ببینیم. خب یکی اینکه زمان معرفیش 2025. این خودش یه نکته مثبته. گواهی IP64 رو فکر میکنم داشته باشه، چون داره میگه در برابر پاشش آب و گرد و غبار. پنلش LCD هستش، IPS، اما 120 هرتزه. این 120 هرتز بودن خیلی کمک میکنه به نرمی و روونی بین توی حرکت داخل گوشی. روشناییش هم 600 نیته، توی در واقع زیر نور آفتاب احتمالاً اذیت میکنه، بقیه موارد اوکیه. اندازه صفحه نمایش کاملا سلیقه‌ای هستش. اینم رزولوشنش HDه که توی این رده قیمتی کاملا جواب میده. میرسیم به تراشه. خب در واقع یونیساک T7250 جزو اون پردازنده هایی نیستش که من توصیهش بکنم به خرید. یعنی اگر من بخوام مثلا یه گوشی بگیرم، ترجیح میدم پردازندش مدیاتک یا اسنپ دراگون باشد. اما این داره میگه که 2 تا هسته 1.8 داره که A75، یعنی پردازنده جدیده بچه‌ها. اینو در نظر داشته باشین. تکنولوژی و معماری پردازنده جدیدتره و 6 تا هسته 1.6 هم داره. حالا چه اتفاقی باعث میشه که من بیام پوکوی C71 رو بنویسم؟ بهتون گفتم بخوام برای خودم گوشی بخرم چجوریه. موقعی که یه گوشی به نظرم اوکیه میام اینجا مینویسمش، حدود قیمتش هم میزنم. چرا؟ آخر سر بهتون میگم. معماری پردازنده جدیدیه. خب از هسته های قدرتمندی هم داره استفاده میکنه. اینی که 2 تا هسته 1.8 داره و 6 تا هسته 1.6 کم مصرف، به این معنیه که توی معماری پردازنده
به سبکی طراحی شده که در واقع بیادش مصرف باتری رو بهینه بکنه و هر موقع که نیاز داشت بره سراغ اون دوتا هسته قدرتمندترش. این به لحاظ معماری پردازنده اتفاق خوبیه، برای همین بهتون گفتم ویدیو رو حتما تا آخرش ببینید، چون میخوام این نکات رو اشاره بکنم. یه ذره میایم پایینتر. من همچنان با رم 3 گیگ مخالف هستم، ولی نسخه بلوتوثش 52 جدید هستش و اندروید 15. گوشی سال 2025 معرفی شده، نسخه اندرویدش جدیده و اگر 2 تا پشتیبانی نرم افزار داشته باشه تا اندروید 17 میره. نکته مهمش اینه که باتریش 5200 میلی آمپر، احتمالاً 2 روز راحت گوشی برای شما روشن میمونه و شارژ سریع 15 وات رو هم داره. این به نظرم مثلا توی این رنج قیمتی جزو اون گوشی هست که من لحاظش میکنم که برم تو بازار از نزدیک ببینمش. خب گوشی بعدیمون ردمی A5 شیائومی هستش. اینم با رم 3 هست، حدود 8 میلیون تومان. اینم نسخه رم 4 داره، به خاطر همین میریم جلوتر، میریم داخل ببینیم سخت افزارشو. دوباره میام مشخصاتشو بررسی میکنم. اینم 120 هرتز LCDه، اینم دقیقاً همون پردازنده رو استفاده میکنه و همه چیز همونه دقیقاً. فقط اینو باید در نظر داشته باشید که رابط کاربری هایپر با در واقع نسخه پوکوش با نسخه شیائومیش یک کوچولو متفاوته توی لانچرشون. پس توی رنج مثلا تا 10 میلیون تومان ردمی A3 هم میاد جزو گزینه‌های من که می نویسمش. اینو دیگه دیدیم، رمش رفت بالاتر، همونجا که بهتون گفتم آنر X5B حالا شد رم 4، کاری نداریم. HMD مدل پلاس 128 67900 خیلی وسوسه کننده است. همونطور که میدونید این شرکت در واقع HMD همون شرکتی هستش که یه مدت نوکیا رو خریده بود و گوشیاشو به اسم نوکیا میداد. الان برند نوکیا رو کامل گذاشته کنار و داره با تکنولوژی نوکیا همین گوشیا رو تولید میکنه. این خیلی وسوسه کننده است بچه‌ها. داره میگه 7990 128 گیگ حافظه داخلی و رم 6. یه منتج ایران هم داره که ازش عبور میکنیم، نمیدونیم پشتیبانی نرم افزاریش چجوریه. خب تاریخ عرضه رو نزده ولی گوشی باید 2024 2025 باشه. گوشی جدیدیه، صفحه نمایش IPS LCD 90 هرتزی و روشنایی 600 نیت. توی این رنج همشون تقریبا همینن. رزولوشنش یه مقدار بالاتر از اون چند تا گوشیه که دیدیم. باز دوباره پردازنده T606 با 2 تا هسته 1.6 A75 و 6 تا هسته 1.6 A55. تکنولوژی و معماری پردازنده اوکیه. فرکانسش یه مقدار پایینه، یعنی مثلا میتونستش اینو مثلا 1.6 1.8 بکنه، اما پس کارهای روزمره‌تون برمیادش. 128 گیگ حافظه داخلی و رم 6 کمک میکنه که مولتی تاسکینگ خوبی داشته باشه، نسبت به نسخه رم 4 بهتر بتونید بین برنامه‌ها سویچ بکنید. نسخه بلوتوثش 5 پایین‌تره، USB تایپ C نسخه 2 رو داره. بچه اینجا خیلی مهمه، اینو بهتون بگم. ببینید اینجا نوشته مثلا دوربین 50 مگاپیکسل. خب خیلی نکته مهمیه که به این عدده توجه نکنید. چرا؟ این 50 مگاپیکسلی که مثلا روی این گوشیه قطعا خیلی تفاوت داره با اون 48 مگاپیکسل یا 50 مگاپیکسلی که روی گوشی‌های میان رده و شبه پرچم‌دار قرار میگیره. یه مثال براتون بزنم. الان مثلا روی ماشین کویک رینگ و لاستیک هستش، روی بنز هم رینگ و لاستیک هستش. خب مثلا هر دوشون هم از رینگ و لاستیک مثلا 15 اینچی 14 اینچی مثلا خب پشتیبانی میکنن، اما این 14 اینچی کجا و اون 14 اینچی کجا؟ در مورد دوربین گوشی هم دقیقاً همینه. شما اصلا به این اعداد توجه نکنید. یه ذره بریم پایین‌تر. باتری 5000، شارژر 10 وات. به نظرم گوشیه که ارزششو داره. بیاد توی این کاغذه و بنویسیمش. پس اضافه میکنیم HMD 128 7990، یعنی اینکه تا اینجا ارزش خریدش یه مقدار بالاتره. بعد ببینیم که HMD چیکار میخواد بکنه سر پوشش و کاور نرم افزاری. میایم اینجا میرسیم به ریلمی نوت 50 64 3. میریم ببینیم که سخت افزارش چطوره.
بزنیم اینجا 2024 معرفی شده. میایم پایین تر، رزولوشن صفحه HD هستش، IPS 90 هرتز، دوربین یه دونه، 5 اندروید 14. اینو ازش عبور میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه گوشی جدیدتر تو همین از این قیمت پایینتر رو نوشتیم، هم ردمی A5 هستش، همین HMD هستش. پس این تو گزینه‌های خریدمون نیست. یه ذره میایم پایینتر بچه، سمت وکال این داستانام نرین به خاطر همون پوشش نرم افزاری و این داستان ها. خب آنر X5B پلاس 128/4 یه مدلش رو قبلا با هم بررسی کردیم. من دوباره مشخصات رو میبینم. 2024 معرفی شده، رزولوشن 720، حافظه داخلی 128/4، پردازنده G36 و اندروید 14. بازم به نظرم توی مثلا اینه که نزدیک 9 میلیون تومان میشه این سه تا گزینه‌ای که قبلا نوشتیم رو بررسیش کردش و گزینه مناسبیه. موتورولا E15 64-2 اصلا میگم چون دارم به این روش که آقا من اگه بخوام راهنمایی بکنم نمیرم سمت این اصلا با این قیمت. 3071 128/4 رو قبلا نوشته بودیم حدود 7800، نسخه 64 با رم 3 بود 128/4. این توجیه خرید داره 8700، یعنی اینکه 3071 128/4 جزو گزینه‌هایی هستش که من حالا بریم جلوتر بهتون میگم چی کارش میکنیم. شیائومی ردمی A3 قدیمیه، توجیه خرید دیگه نداره. A5 128/4 رو نوشتم اینجا، نسخه 64 حدود 64 7900 بود، میشه 8700. اینم توجیه خرید داره. میریم بازار و نگاهش میکنیم، اونجا بررسیش میکنیم، کاری نداریم. شیائومی ها تموم شد دیگه، اومدیم سراغ سامسونگا. A06 64-4 بریم داخل مشخصاتشو ببینیم. در نظر داشته باشین که نسخه 07ش هم اومده. تفاوتش هم در اینه که سامسونگ فقط در واقع شارژر و اینا داخلش نیست. فناوری صفحه نمایش 60 هرتز به نظرم با پنل HD، ولی پرزنده خوبی داره. هلیو G85 پرزنده خوبیه، جدیدتره. 2 تا هسته A75 داره و 6 تا هسته 1.8 و نکته مثبتش اینه که فرکانس پردازنده هسته‌های بزرگترش تا 2 گیگاهرتز هم میره بالا. خوبه، توجیه خرید داره. میگم داریم با دلار 114,000 تومانی اندروید 14 و اینم میگیره. اینم اگر اون کاور پشتیبانی 6 ساله رو داشته باشه میاد بالا و به لحاظ نرم افزاریش مشکلی نداره. من نمی نویسمش توی لیست تا برم ببینم که A07 چطوره و چقدر تفاوت داره. گوشی بعدی تو حدود 9 میلیون و حالا 26,000 تومان ریلمی نوت 60 رو میریم بررسی میکنیم 128/4. بریم ببینیم پردازنده T612 IPS 90 هرتز. ما 120 هرتزش هم اینجا داشتیم، نه به نظرم توجیه خرید نداره. یعنی اینجا سه تا گزینه داریم که گزینه مناسب تریه. A5 رو دیدیم قبلا بررسیش کردیم. A05 سامسونگ نه به نظرم، گوشی دیگه قدیمیه. اینم نه. دوباره A06. خب A07 گفتم بریم جلوتر. بریم ببینیم A07 توجیه خرید داره نسبت به 06 یا نه، چون قیمتش حدود 700,000 تومان اختلاف داره. پنل LCD 90 هرتز، پردازنده بله مدیاتک G99 و اندرویدش هم احتمالاً باید 15 باشه. بله A07 سامسونگ هم میره توی گزینه هامون با قیمت دقیقاً حدود 10 میلیون تومان. پردازنده جدیدی داره، سری جی مدیاتک، به قول خودشون سری گیمینگ هستش و این G99 دقیقاً پردازنده‌ای هستش که روی سامسونگ A16 هم استفاده کرده. رفقا اینو در نظر داشته باشین. نسخه رم 4شه، یه گوشی اقتصادیه که کارو در میاره. با 06 دیگه کاری نداریم، اینم کاری نداریم. میریم نوت 5 رو قبلا بررسی کردیم. A07
64 که حالا یه دونه شارژر فیک مثلا فروشنده آورده گذاشته بغلش قیمتشو برده بالاتر، کاری نداریم. آنر X6C 128 گوشام تکون میخوره اینجا، در واقع تیز میشه چون 128 گیگ حافظه داخلی داریم، 6 گیگ رم و حدود حالا 10900. میریم مشخصات سخت افزاریش رو ببینیم با هم دیگه. 2025 اومده، 120 هرتز، 1010 نیت روشناییشه. تا اینجا هرچی گوشی دیدیم همشون 500 و 600 بودن، این زیر نور آفتاب بهتر جواب میده. رزولوشن HD نمیشه بهش سخت گرفتش. G81 اولترا، سریای اولترا حدود 15% از سریای در واقع نرمالشون پرفورمنس بهتری دارن و اینی که 2 تا هسته A75 داره، 2 گیگاهرتز و 6 تا هسته 1.7. تا اینجا این گوشی به لحاظ پردازنده، به لحاظ نمایشگر، اندرویدش هم ببینم که بعداً ضایعم نکنه. اندروید 15، توان شارژ 35 واتی و باتری، بله اصلا این جزو اون گزینه هاست که به جرئت میتونم بگم توی رنج 10-11 میلیون تومن X6C آنر رو میگم برین بخرین. من آرش کاوه اینجوری میگم. به نظرم تو رنج 10 تومن ما پیدا کردیم گوشی مناسبمونو. رنج 10-11 تومن تا اینجا به نظر من آنر X6C گزینه یکی تیک میخوره. فقط بعد بریم بازار تو دستم گوشی رو ببینیم. رد میشیم میایم بالا دیگه. حالا از رنج 10 تومن تا 15 تومن دیگه حافظه داخلی و رما افزایش پیدا میکنه، کاری نداریم، همچنان میایم بالاتر، کاری نداریم با اینا، میایم بالاتر. بچه داریا باند تو لایت گوشی خوبیه. من بازار چهارسو رفته بودم، همون طبقه اول، نسخه های لایوشو گذاشته، تو ظاهر پنل خوبی داشتش، طراحی قشنگی داره و اینم بگم بریم ببینیم چی داره. پردازنده دیمنسیتی 7050. هیچ وقت فکرشو نمی کردم باند تو لایت رو بذارم توی لیست خریدم. پردازنده فوق العاده خوبی داره، محافظ صفحه نمایش خیلی خوبه، 120 هرتز، 1200 نیت و فیلم برداری 4K، اندروید 15. اینم میذاریمش توی لیست، حدود 13 میلیون و خورده ای. جزو اون گزینه هاست که پیشنهادش میکنم حتما. فقط خواهش میکنم ازتون ایرادای نرم افزاری رو برطرف بکنید، آپدیت بدین و اجازه بدین که مردم حمایت بکنن از این گوشی. خب اومدیم توی رنج حالا 14 میلیون 250 3075 رو با هم بررسی میکنیم. الان 2-3 تومن اومدیم بالا. باند تو لایت به نظرم گزینه مناسبی بود نسبت به پردازنده و امکاناتی که داره. 3075 رو ببینیم، زمان عرضه رو ننوشته معرفی بازارش، اما اینم G81 اولترا داره مثل X6C، 256 حافظه داخلی، 8 گیگ رم، نسخه بلوتوث جدیده، 54 اندروید 14. چرا این کار میکنی پوکو آخر؟ مثلا 2 تا میده بهش، یعنی 16 هم راحت میگیره. شارژر 18 وات. الان اینجا ما یه دونه X6C رو داریم که 128 و این 256 به نظرم برای حدود 4 میلیون تومان پول بیشتر دادن توجیه خاصی نداره، ولی فقط حافظه داخلی رو بیشتر میکنه و رم بیشتر میشه. نمیدونم خیلی تو این زمینه به نظرم همچنان X6C رو آدم 2 تومن ارزون تر بخره، در کنارش یه دونه مثلا واچ یا بند بخره، توجیه بیشتری داره تا اینکه 3075 رو بخریم. خب A16 رو قبلا کامل بررسیش کردم، اصلا همینه دیگه. نسخه 128 شیشش اصلا دست من خودم انتخابش کردم برای خرید. توی ویدئوی نقد و بررسیش حالا لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن، برین ببینین. گفتم که چرا من انتخابش کردم. هدف من این بود که این گوشی 6 سال آپدیت نرم افزاری میگیره و سامسونگ به لحاظ نرم افزاری احترام میذاره. حالا کاری نداریم که یه قسمت اینه که همه چی رو تو جعبه
حذف میکنه. اینو بررسی کامل انجام دادم، خودم گرفتمش و ازش استفاده میکنم و عصای دستم همه کارامو داره با هم انجام میده. ردمی 13 نه نسخه 14 اومده. M6 4G بچه‌ها دیگه داره گوشی قدیمی میشه. حالا با اینکه سخت افزار قوی تری داره ولی نمیتونم بگم برین بخرین، چون که احتمالاً آپدیت های نرم افزاریش امسال آخریش. شیائومی سر هایپر او اس هم خیلی اذیت کرد کاربر رو و نداد یه سری چیزا رو. من توصیهش نمی کنم همچنان، چون دیگه قدیمی شده به نظرم. خب باند تویلایت که گفتم بهتون اوکی به نظرم. میریم جلوتر. 15C هم همینطور. بریم مشخصاتش رو ببینیم. 1 آگوست 2025 120 هرتز IPS LCD همچنان HD. خب محافظ صفحه نمایش داره خوبه. G81 اولترا. خب میذاریم توی لیستمون. حالا بهتون میگم آخر با اینا چی کار میکنم. 256 اندرویدش هم که باید با 15 داده باشه. باری که حالا باتری 6000 نه، این از اون گزینه‌است که یه تیکم جلوش میزنیم، به خاطر اینی که شما 4-5 تومن بیشتر دارین هزینه میکنین، در عوض هم باتری بهتری دارین، پردازنده بروزتری دارین، خود گوشی بروزتره و تا اندروید 17 راحت میگیره. بعد از اونم پچ امنیتی میگیره. البته خود شیائومی گفته 3 سال میدم. خب ریلمی C67 گوشی مناسبیه، قبلا بررسیش کردم ولی تو بازار کمه. یعنی شما الان اینجا اینو انتخابش بکنید برین تو بازار احتمالاً پیداش نمی کنیم. خب اومدیم حالا تو رنج 15-16 تومن X7C. بچه این ویدیو فکر کنم خیلی طولانی بشه، بریم مشخصاتشو ببینیم. اسنپ دراگون 685 دیگه اومدیم تو رنج 14-15 میلیون تومان. پردازنده رفت به سمت اسنپ دراگون. شما همینجا نگاه بکن، 4 تا هسته 2.8 داره A703، حالا مموری پایین تره، و 4 تا هسته 1.9 A53 داره و گرافیکش هم که آدرنو 610. این گوشی خوبیه به لحاظ سخت افزار، به لحاظ پردازنده، ترکیب پردازنده گرافیک و خود پردازنده گوشی خوبه. اندرویدش قدیمیه، باتری 6000 رو داره و X7C هم جزو گوشی هایی هستش که توجیه خرید داره به نظر من، چون که سخت افزار خوبی داره. خب رفقا این شد شیوه انتخاب گوشی. خب حالا من اومدم تا 10-15 تومن رو گذاشتم. حالا میخوام برم جلوتر و میونبر بزنم. در واقع شیوه همینه، میایم اینا رو بررسی میکنیم و در نهایت من میرم توی بازار و نگاه میکنم. مثلا الان اینجا رسیدیم به یه گوشی به نام پوکو X4 پرو 5G. خب گوشی 5G 256 تا حافظه داخلی داره، 8 تا رم داره، اما 19 میلیون تومانه، نمیارزه. الان X7 پرو توی بازار هستش، این مال 3 نسل پیشه، پشتیبانی نرم افزاریش تموم شده، اصلا توجیه خرید نداره. یا مثلا الان اینجا A17 سامسونگ رو داریم 128/4، گوشی 19 میلیون تومانی، درست جدیده، تکنولوژیش مناسبه، همه چی اوکیه، تازه معرفی شده ولی قیمتش بالاست. یعنی شما با 19 میلیون تومان گزینه‌های مناسب تری هم توی بازار میتونین تهیه بکنین. مثلا برین همین ناتینگ رو بخرین مثلا. خب حالا درسته که گوشی مال 1-2 سال پیشه، اما از A17 توجیه خرید بهتری داره. 2 برابر حافظه داخلیش در واقع نسخه 256 داره، رمش 8 گیگ، پردازندش دیمنسیتی 7050 اگه اشتباه نکنم. بذارین ببینم مطمئن بشم بهتون بگم. پردازنده تازه دیمنسیتی 7300. این گوشی واقعا به لحاظ سخت افزار خیلی قدرتمندتر از A17 است و برای همین میگم مثلا A17 توجیه نداره. میریم یه مقدار بالاتر، دوباره همینجوری مثلا الان شدش حدود 20 میلیون تومان. شما نگاه کن مثلا A16 256 21 میلیون تومان، واقعا توجیه خرید نداره. خودم بخواد این کارو بکنه مثلا میره A26 رو میخره. یه نسل در واقع توی سری قدرتمندتر A هستش و به نظر من توجیه خریدش مناسب تر. حالا مثلا بین A16 256 8 و A26 128 من انتخابم 128 A26. یه مقدار بیایم پایین تر. بچه این آنر لایت 200 گوشی خیلی خوبیه، حیف که دیگه حالا یه مقدار از زمانش
گذشته میخوام برسم به رنج گوشی های شبه میان، در واقع میان رده. تا اینجا تقریبا اقتصادی ها بودن، روش کار رو هم گفتم. میخوایم بریم مثلا تو رنج 30 میلیون تومان، چون دیگه الان همینجوری هم که نگاه میکنید خیلی اتفاق خاصی نمیافته. پوکو M7 پروی 5G، M6 رو بهتون گفتم نگیرین چون دیگه قدیمی شده. حالا M7ش بریم ببینیم. پنل امولد داره، 120 هرتز، مناسبه. پردازنده 7025 به نظرم باند تو به لحاظ سخت افزار توجیه خرید بیشتری داره از این، با اینکه این مثلا در 11 میلیون تومان از اون گرون تره، ولی به نظرم باند تو لایت توجیه مناسب تری. مثلا این گوشی از نظر من ریجکت میشه کاملا و توجیه خرید نداره. میایم با این پایین تر، نسخه 512 هم هستش. میخوام برسم به اون گزینه هایی که میگم این کاملا سلیقه‌ایه. خب باند تو داریا رو بریم ببینیم سخت افزارش رو. حدود 28 میلیون تومان و حالا 2400 اینو که داره پولش داره میگیره، کاری نداریم. پردازنده مدیاتک D850 پردازنده خیلی خوبی داره. اینو مینویسمش، میرم جلوتر بهتون میگم. باند تو رو مینویسم، یعنی جزو گزینه‌ای که میاد توی کاغذ برای من. بریم جلوتر ببینیم رقیبی داره یا نه. ردمی نوت 14 پرو 4G، رنج قیمت اینم 28 میلیون تومان. ببینیم کار سخت شد. ردمی نوت 512 تا اینجا به نظرم بین باند تو و ردمی نوت 14 پرو، ردمی نوت 14 پرو توجیه خرید مناسب تری داره. پردازنده جدیدتریه و به لحاظ نرم افزاری کاور و پشتیبانی مناسب تری از باند داره توی این رنج قیمت. حالا بین مثلا 25 تا 30 میلیونی که بررسی کردیم، به نظرم تا اینجا ردمی نوت 14 پرو 4G گوشی مناسبیه. خب یکی از گوشیایی که می‌خواستم خیلی در موردش صحبت بکنم همین پوکوی X7، پوکوی X7 یه نسخه پرو داره، میریم جلوتر بهش میرسیم. 4-5 تومن اختلاف داره. 512 تا حافظه داخلی، 12 تا رم. مشخصاتشو ببینیم. امولد 3120 هرتز، دیمنسیتی 7300 اولترا. بله به نظرم پوکوی X7 جزو اون گوشی هاییه که تو رنج 30 میلیون تومان تیک میخوره برای خرید. یعنی اینجا اومدم گفتم که X6 آنر تا حدود 10 میلیون تومان تا حدود 30 میلیون تومان X7 پوکو گزینه‌ای که بخرین. قطعاً راضیتون میکنه. رو دوربینش فقط نباید خیلی حساب بکنید، چون این گوشی رو من نزدیک باش کار کردم، یه بررسی خودم انجام دادم. بچه‌ها این رنج مثلا تا 14-15 رو اومدیم تا 20 اینا رو اومدیم، بین این عددا همون گوشی هایی هستن که بررسیشون کردیم، فقط حافظه داخلی و رماشون ارتقا پیدا میکنه. گزینه جدیدی به ما معرفی نمیکنه، برای همین پرش کردیم روش و رسیدیم به اینجا. خب A36 سامسونگ، خب قطعاً بین A36 سامسونگ و پوکوی X7 من اینجا 30 میلیون رو مارک کردم. پوکوی X7 سراغ A36 نمیرم اصلا. X9 C بازم به نظرم پوکوی X7 همچنان 34 قدیمیه. ناتینگ 2A قدیمی شده دیگه، الان نسل 3 و 3Aش هم و 3Aش هم اومده. نه 35 قدیمیه، کاری نداریم. ردمی نوت 14 پرو 5G اینو میرم نگاه میکنم، چون حالا پردازندش احتمالاً فقط عوض شده و چیز دیگه ای نداره. میخوام ببینم پردازندش چی گذاشته روش. همون دیمنسیتی 7300. خب بازم به نظر من پوکوی X7، یعنی بین این هم بازم انتخاب همچنان پوکوی X7. آها دلم میخواست برسم به این X7 پرو، منتها این نسخه 256 8شه، پردازندش قوی تره. میریم جلوتر نسخه رم 12 هم با هم بررسی میکنیم. من ببینم مشخصاتشو بهتون بگم. 8400 اولترا اصلا به هیچی نمیگه بچه. این پوکو X7 پرو، پوکوی X7 پرو، ولی نسخه 512 سراغ 256 8ش نرین. آها 36 و 400 و حالا 36 و 500 این تیک میخوره. خب
اگر حدود 30 میلیون تومان میخواین خرید بکنین پوکوی X7، اگر میخواین 4-5 تومن بذارین روش پوکوی X7 پرو، اصلا شک نکنید به هیچی نه نمیگه. رو دوربینش خیلی حساب نکنید ولی به هیچی نه نمیگه. خب بریم جلوتر تا برسیم به گوشی‌های حدود رنج 40 و 50 میلیون تومان، یعنی بالای 40 خورده میلیون. همون جوری که میبینید میایم پایینتر رما ارتقا پیدا میکنه، حافظه داخلی ارتقا پیدا میکنه و قیمت ها میره بالاتر. رسیدیم به 40 تومن A56 128/8. واقعیتش اینه که من آرش کاوه پوکو X7 پروی 512 رو میخرم، من ازش عبور میکنم، توصیهم نمیکنم. ایج 50 موتورولا واقعا گوشی خوبیه، اینم جزو اون گزینه هاست که مینویسمش ولی احتمالاً بازم همچنان پوکو X7 پرو رو میخرم. 2024 پردازنده خوبی داره، اسنپ دراگون 7 نسل 1 البته قدیمیه. نه بچه همچنان پوکو X7 پرو با 4-5 میلیون ارزون تر. A55 قدیمیه، هیچی، 50 فلان هیچی کاری نداریم. تیری ای بریم ببینیم ارزش داره 42 میلیون بهش پول بدیم یا نه. ناتینگ تری ای. خب امولد 123,000 کاری نداریم، تو این رنج همه میدن. اسنپ دراگون 7S نسل 3 یه ذره کار سخت میکنه ولی صادقانه من آرش کاوه همچنان انتخابم پوکو X7 پرو با 7 میلیون تومان ارزون تر. A56 صحبت کردم در موردش. نه همچنان اون گوشی توجیه خرید مناسب تری داره به نظرم. رسیدیم به حدود 50 میلیون تومان S24 FE. بریم ببینیم پردازندش کو. خب اگزینوس 2400 پردازنده خیلی خوبیه، واقعا پردازنده خیلی خوبیه. سامسونگ فنا 24 FE مخصوص شماست، یعنی اگه مثلا چند تا گوشی 40 خورده میلیونی رو رد کردیم رسیدیم با دلار 114,000 تومانی به این 50 میلیونیه. S24 FE مخصوص سامسونگ فناست. کیا؟ کسایی که گلکسی واچ میندازن، کسایی که مثلا بادز سامسونگ رو دارن، سامسونگ فنن و با اکوسیستم سامسونگ راحتن رو باهاش حال میکنن. اما اگر سامسونگ فن نیستین ساب بکنید. همچنان به نظرم این ناتینگ فون تری ای پرو رو با هم ببینیم روی کاغذ. 120 هرتز 3000. خب اینا همش اوکیه. پردازنده واقعا پردازنده 7S نسل 3 واقعا پردازنده خوبیه. 710 اندروید 15 و خب اگر سامسونگ فن نیستین تو رنج 50 میلیون تومان این ناتینگ فون تری ای رو به نظرم یه در نظری داشته باشین، یه نگاهی بهش بندازین. من حالا گفته بودم تا 50 تومان ولی میریم جلوتر هم با هم نگاه میکنیم. حافظه داخلی ها و رما حالا مثلا بعضیا پک دارن. به نظرم مثلا موتورولای 60 پرو تو رنج 62 میلیون تومان توجیه خرید نداره. اگر میخواین بگیرین باز همچنان به نظرم مثلا به ناتینگ فون یه نگاهی بندازین یا برین سراغ همون S24 FE. بچه ها آیفون 14 نخرین، آیفون 13 نخرید. اینا رو دیگه دارم خودم. آخ ناتینگ فون 3 چقدر خوشگله. 90 میلیون نمیارزه لام از سب. آخه ببینمش. اسنپ دراگون 8S نسل 4 5G نسخه بلوتوث 6. نه الکی ذوق کردم، خیلی گوشی خوبیه ولی 89 میلیون 90 میلیون نمیارزه، اصلا نمیارزه به نظرم. خب وان پلاس اینا خیلی تو بازار نیست دیگه. رفتیم گوشیای بالا. بچه‌ها تو رده های پرچمدار اگر میخواین هزینه بکنید حدود 80-90 میلیون تومان از هر برندی پرچمدارشو بخرین برد کردین. یعنی اینجوری نیستش بگیم پرچمدار سامسونگ از پرچمدار شیائومی بهتره، نمیدونم پرچمدار آیفون از همه اینا بهتره. شما وقتی گوشی پرچمدار میخرین 90 میلیون 100 میلیون دارین پول میدین، جدیدترین پردازنده، بهترین تکنولوژی صفحه نمایش و همه چی رو دارین. پس انتخاب خاصی نداره. فقط میتونم بهتون بگم که گوشیایی که 2 سال از عمرشون گذشته و تکنولوژی مال 2 سال پیش رو نخرین، امسال نهایتاً پارسال رو بخرین. دلار با دلار 114,000 تومانی آیفون 16 نسخه 128 شده 103 میلیون تومان. بچه
چی بگم؟ گوشی زیر 10 میلیون تومان. یه لحظه اصلا خود شد. بگذاریم بچه من یه سری گوشی اینجا نوشتم تا حدود 10 میلیون تومان X6 آنر بررسیش کردیم با هم دیگه. خواستین 3-4 تومن بذارین روش باند تو لایت گوشی داریا رو نگاه بکنید. باند تو لایتش رو حدود 13 میلیون و 500. ردمی 15C توی همین رنج قیمت ها، حالا 14-15 تومن گزینه مناسبیه و به نظرم باند توی داریا رو هم حتما برین یه نگاهی بهش بندازین. من این سری گوشی ها رو نوشتم خب که گفتم آخر ویدیو بهتون میگم. همه اینهایی رو که نگاه میکنین خودتون میرین حالا توی این خرده فروشی های آنلاین نگاه میکنین و به نظرتون سازگاره با این نکاتی که بهتون گفتم و بنویسید روی کاغذ، ولی خرید آنلاین نکنید. یک روز براش زمان بذارین و برین بازار. یه سر برین بازار چارسو، یه سری فروشگاه هستن که نسخه لایو این گوشی ها رو گذاشتن. برین گوشی رو از نزدیک ببینید. مثلا اگر انتخابتون تا حدود 30-35 میلیونه، برین پوکو X7 پرو رو از نزدیک نگاه بکنید، دوربینش رو چک بکنید، پنلیناش اوکیه، به لحاظ پردازنده کاملا قابل تاییده و بعد از اون تصمیم بگیرید برای خرید. توضیحات کامل روی ویدیو بهتون دادم. چند تا نکته تکمیلی هم میگم بهتون. این نکته واقعا طلاییه. رفتین بازار گوشی خریدین، چه از فروشگاه‌های بزرگ خریدین چه از مغازه خریدین، گوشیتونه که خریدین قاب و گلس و لوازم جانبیش رو از اون فروشنده نخرید. گوشی رو بخرین، حساب بکنید، بیاین بیرون، یه دوری بزنین، دوباره از نو چک بکنید. مثلا قابو برین از قاب فروش بگیرین 2 طبقه بالاتر. مثلا اگه میخواین واچ بگیرین برین از یه جای بگیرین که واچ داره. چرا اینو بهتون میگم؟ ببین شما رفتی یه گوشی خریدی، مثلا پوکو X7 پرو رو خریدی 35 میلیون تومان، ذوقشو داری، خیلی هم گوشی خفنی، مبارکت باشه. نکتهش اینجاست که اون بعضی از فروشنده ها مثلا میان، شما میری پوکو X7 پرو رو توی مثلا یه فروشگاهی نگاه میکنی، مثلا زده 36 میلیون تومان، میری یه مغازه فروشنده بهت میگه 34 میلیون تومان، میگه 34,500. شما گوشی رو خریدی، بعد باز کرده، تست کرده، فاکتور کرده، برات میگه که ببین این پنلش خیلی حساسه ها، حتما یه گلس خوب روش بنداز. شما میگی که اوکی گلس میندازم دیگه. میگه من گلس نمیدونم چی دارم برات میندازم مثلا 1,200,000. نداری، مثلا همچین داستانی نیستش آقا جون. گلس ها یا برند هستن، مارک هستن که قیمتشون از 1 میلیون خورده‌ای شروع میشه که پکاشو دیدین، پکاییه که روش آسان نصب داره و خودت میتونی نصب بکنی بی دردسر. یا اینکه این فله یا همشون دیگه مثلا از 15,000 تومان تا 100,000 تومانه تا 150,000 تومانه، بیشتر نداره. خب این از این. نکته دوم، قابش هم نگیر اونجا مثلا فروشنده میگه آقا من قاب اورجینال فلان اینو دارم بهت میدم، یا اینکه نه مثلا یه سیلیکون ساده میندازه روش، قاب 150 تومانی رو مثلا با 400,000 تومان حساب میکنه. نمیگم همه فروشنده ها، گاهن بعضی این کارو میکنن. گوشی رو که خریدین از مغازه بیاین بیرون یه دور بزنید، بعدن برین لوازم جانبیشو از جای دیگه بخرین، بره آقا یه جای دیگه برات گلس بندازه، چون مثلا طبقه بالاترش فروشگاه هستش که میندازه. پس اول میرین تو خرده فروشی های آنلاین نگاه میکنین قیمت ها رو، بعد میایم توی بازار. رفقا یه نکته هم بهتون بگم، معمولا بازار یه اختلاف قیمت بالا و پایین بین 100 تا 200,000 تومان با خرده فروشی های آنلاین داره. اگه یه جایی رفتین دیدین که طرف داره اختلاف قیمت بالاتر بهت میگه، مثلا بیشتر از 100 200-250,000 تومان، مثلا 1 میلیون تومان، بیا بیرون از اون مغازه، اصلا خرید نکنید ازش. این بالانس قیمتی رو لحاظ بکنید. جایی هم رفتین برین قیمتش رو چک بکنین. تا 200-300,000 تومان اختلاف منطقیه، بیشترش دیگه میشه گرون فروشی. دمتون گرم که ویدیو رو تا اینجا دیدین. احتمالاً خیلی ویدیو طولانی شده، سعی میکنم توی کات یه سری قسمتاشو در بیارم، خلاصش بکنم. خیلی مراقب خودتون باشین. حتما از کانال تلگرام بشین که اونجا یه سری محتوا قرار میدم. خیلی مخلصم.